گپ است؟ میتوانی که آهسته تر بیرونی؟ ما رو دیدن. آنها کیستند؟ چی گپ است؟ سرت رو پایان کن. سرت رو پایان کن. در اینجا چی گپ است فرهاد؟ سرت رو پایان کن. چگونه بیدارم؟ کمرت رو بیدار. چگونه بیدارم؟ چی واقع شده ایستاده است؟ چیکار کنم؟ بیدار گفتم. چیکار کنم آخه؟ سرت رو پایان کن. آنها کمرت رو بیدار. سرت رو پینفان کن. زودتر. برو. دویدیم. فرهاد اصلی تا حال بیدار نشدند. آنها صبحی بر وقت برآمده رفتند. آراستنی دسترخوان را بس کنید. چی واقع شد آقای نمیک؟ همتان مرا با دقت گوش کنید. تا وقتی که من اجازت ندیم کسی از خانه به بیرون نمی براید. یگان کس به کوچه نمی براید. اگر ضرورتی برآمدن پیش آید شما را یک محافظ همراهی می کند. برای چی؟ برای آن که من این را می خواهم. چه جای خنده است یتر؟ ببخش نفهمیدم. تو میخندی؟ نه با تو همین خیل نموده است. جدی باش. خب تو مرا میشنوی همینطور نه؟ خولیا زینب یک تاتون اینجا بیایید. گوش میکنم شما را. یک حجره برای خانم ایدیل آماده کنید. یک چند مدت او همراه ما زندگی میکند. خوب شده است. جونه تو یک چند آدم در اطراف خانه پاسبان میمان تا که پرنده هم گذاشته نتواند. تو ما رو میترسونی نمی؟ چی واقع شد؟ تو باید همش رو به ما فهمونی. دقو همه این از همون دزدی دیروزه سر زد. شما همه گفته های مرا اجرا کنید. همه اش به شما فهم است. همین طور نه؟ پدر جان برای کار خداوند در آمدی شما را دوچنگ گرداند. با اشتها باشید. صفیه بخور اهمیت نده. به شیر بچه همون شیر لازم همینطور نه؟ ها گلسون جان اگر تو اون پنیر رو نخوری پس به من بیده. مادامی که در میانی میز گذاشته پس من میگیرم.
مادرم دایم میگفت که خوراکت را نگذار وگرنه از پست گریه میکند. اینقدر زبانی تو دراز شده است. یا توبه. مادر من باشد گفته بود که زبان و دستت را بسیار دراز نکن. نمیک به تو چی لازم است یتر؟ این خانم ایدیلت از کجا پیدا شد؟ از کی باز من به تو حسابات میدیم؟ گوش کن نمیک. من دیگر صبر کرده نمیتوانم. بعضی مسئله ها مرا سخت عصبی میکنند. صرف نظر کرده جدی نظر نمیکنم. دزدی سرحد ندارد. بس است. نمیک، من مادری فرهاد هستم. مادری پسر یگانه تو و تو هم این رو نغزکت میدانی. یگان کس میشونه و تو چکار میکنی یتر؟ برای اون که یگان کس نشنود، برای اون که یگان کس نداند، برای همین من خودم رو دایم از درون کشته میستم. محبتم رو از دست دادم. من دیگر چیزی رو انتظار نیستم، ولی حداقل من باید که یک کم تر قدر داشته باشم. بس است. تو همیشه سخنهای لازم را در وقتش میگویی. برای منتظر شدن وقت لازم، اما من خسته شدم. حالا چقدر دیگر راه میرویم؟ تا دمی که جان در بدنمان هست. برای من دیگر قوت راهگردی ندارم. آن آدمان با تو مشکل دارم. تو میخوایی که این را از آنها بپرسی؟ پس رفتیم. من دیگر قوت ندارم. اکا آینه ماشینتون رو چیم؟ اکا آینه ماشینتون رو اکا آینه ماشینتون رو چیم؟ جوان خوب، این را تازه کن. 100 لیر میدیم. گپ نیست. اکا شما چیکار میکنه؟ اکا جون دستم شکست داخل. سردی دستم هیچ که ندازه. اکا بیست. تمامی حیاتی من با برقرار کردن عقل تو بر این بیکار کجاها سپری شده است. همه‌اش مشکل. باور کن من تمامی نیروام را به این بخشیدم. در اینجا منتظر شو. تو به کجا؟ رفته با دوستانم شناس میشوم. نرم. اگر من نروم آنها به اینجا میان. تو مرا نمیفهمی مگر؟ برا گوش کن. در رو محکم کرده تا اومدن من آن را نکشم. تو به کجا میروی؟ مرا در اینجا تنها نگذار. آخر تو از مرگ نمیترسیدی که دختر؟ از شوهر برآمدن به من مردن را اولاتر میدانستی. اکنون تو در اینجا میمانی. در رو محکم کن. من در اینجا چیکار میکنم؟